سلام به همه همراهان همیشگی. اینجا نیولوشن و من امروز میزبان شمام تا یه فیلم پرسر و صدایی که اخیراً منتشر شده رو بهتون معرفی کنم و با هم بررسیش کنیم. لایو اکشن How to Train Your Dragon یا همون چگونه اژدهای خود رو تربیت کنیم. همین اول کار بگم که این ویدیو چند بخش مختلف داره. تو بخش اول فیلم رو بهتون معرفی میکنم. بعد فیلم رو با هم بررسی میکنیم و نکات مثبت و منفی که داشت رو یکی یکی تحلیل میکنیم. بعد راجع به نمرات فیلم و عملکردش تو باکس آفیس میگیم و در نهایت نظر شخصی خودم رو در مورد این فیلم میگم. اینم بگم که ویدیو قرار نیست اسپویل داشته باشه و با خیال راحت تا آخر میتونید تماشاش کنید. پس بریم که داشته باشیم. فیلم How to Train Your Dragon در مورد یه پسر بچه است به اسم هیکاپ که میسون تیمز نقشش رو بازی میکنه. هیکاپ توی قبیله‌ای با نام برک زندگی میکنه و مردم برک همگی وایکینگن و از قدیم الایام با اژدهاهایی که براشون تهدید حساب میشدن میجنگیدن. هیکاپ هم پسر رئیس این قبیله است و طبیعتاً مردم این قبیله از پسر رئیسشون انتظار دارن که در جنگ با اژدهاها بهشون کمک کنه. اما هیکاپ همچین آدمی نبود. اون بلد نیست به جنگ و بسیار ترسو و دلرحمه. سر همین حسابی توسط مردم قبیله مسخره میشد و هیچ کی روش حساب نمیکرده. حتی پدر خودش هم ازش ناامیده و اونو به عنوان یه جنگجو نمیبینه. هیکاپ که از این قضیه ناراحت بوده سعی میکنه یه اژدهایی رو شکار کنه و با کشتن اون اژدها بتونه خودش رو به همه اثبات کنه. هیکاپ موفق میشه یه اژدهایی رو به دام بندازه. اژدهایی با نام نایت فیوری یا همون خشم شب که تو فیلم با نام بیدندون هم شناخته میشه. خلاصه که هیکاپ موفق میشه اون اژدها رو به دام بندازه، اما وقتی که میخواد اونو بکشه دلش به رحم میاد و نمیتونه این کارو انجام بده و اینجاست که داستان فیلم چگونه اژدهای خود رو تربیت کنیم شروع میشه. فیلم چگونه اژدهای خود را تربیت کنیم نسخه لایو اکشن انیمیشنیه با همین اسم که سال 2010 منتشر شد و هوادارهای زیادی رو هم جذب کرد. کارگردان اون انیمیشن دین دیبولویس بود و حالا این لایو اکشن رو هم خودش کارگردانی کرد و بسیار به انیمیشنی که ازش این لایو اکشن رو ساخت وفادار موند و یه نسخه ریمیک خوب ساخت. حتی بعضن دیالوگ هایی هم که استفاده می‌کرد مشابه با نسخه اصلی بود و این به نظرم یه نکته مثبت بود. برای مثال این سکانس رو ببینید. You've lost everything. Your father, your tribe, your best friend. What are you going to do about it? You've lost everything. Your father, your tribe, your best friend. What are you going to do about it? روند داستانی هم دقیقاً مثل این سکانس مشابه به اثر اصلی بود. نکته مثبت بعدی به نظرم انتخاب بازیگرا بود. مخصوصاً انتخاب بازیگرای دو شخصیت اصلی، یعنی بازیگر شخصیت هیکاپ و بازیگر شخصیت آسترید. بازیگر نقش هیکاپ که میسون تیمز بوده به نظرم به بهترین شکل ممکن نقشش رو بازی کرد. یه جاهایی بود که برای ارتباط با اژدها مجبور بود بازی بدون دیالوگ و صرفاً با اکت انجام بده که اونجا عالی عمل کرد و به بهترین شکل ممکن احساسی که باید تجربه می‌کردیم رو انتقال داد. بازیگر نقش آسترید هم نیکو پارکر بود. من تو فضای مجازی دیدم که خیلی از انتخاب این بازیگر انتقاد کردن و گفتن اصلا شبیه آسترید تو انیمیشن نبوده، که تا حدودی درست هم میگن، اما از نظر من نیکو پارکر به حدی نقش آسترید رو قشنگ بازی کرد که جایی واسه انتقاد باقی نذاشت و اون احساساتی که باید بین اون و میسون تیمز حس می‌کردیم رو به وضوح حس کردیم. اگر سریال لاست رو دیده باشید قطعاً با نیکو پارکر آشنایی دارید. نیکو با بازی در نقش سارا میلر شدیداً بین هواداران محبوب شد. با اینکه مدت زمان حضورش تو لاست خیلی کم بود، اما چنان تأثیری تو سریال گذاشت که دل کل فن بیس سریال رو برد. در کل به نظرم نیکو پارکر بازیگر بسیار خوبیه و آینده شدیداً روشنی داره. تو فیلم شات‌های خیلی خوبی هم وجود داشت که آدم از دیدنشون لذت می‌برد. از نظرم این نکته مثبت دیگه است. چند تا از این شات‌ها رو در تصویر میتونید ببینید. خب برسیم به نکات منفی. به نظرم مهمترین نکته منفی سریال ارتباط هیکاپ و آسترید بود. الان شاید این حرف براتون عجیب باشه چون تازه گفته بودم بازیگران این دو نقش عالی بازی کرده بودن، که آره درستم است. مشکلم اصلا بازی این دو نفر نیست. مشکلم نحوه ارتباطشون بود. یعنی در واقع چیزی که ما قرار بود بفهمیم
این بود که هیکاپ و آسترید به همدیگه حس دارن و قراره تو طول سریال عاشق هم بشن. اما حقیقتا چنین حسی رو غیر از چند تا صحنه کوتاه من از این دو نگرفتم و به نظرم این مشکل کاملا به نحوه فیلمنامه‌نویسی و کارگردانی این دو برمیگرده. یه نکته منفی دیگه فیلم هم این بود که به بعضی از جزئیات اصلاً اهمیت داده نمیشد. مثلا یه جا یه وایکینگ سیاه‌پوست دیدیم که صدای خیلی ها رو در آورد. مثلا این توییت رو ببینید که اتفاقا توسط یه کاربر فارسی زبان هم زده شده. همه میدونن که وایکینگا ریشه تاریخی دارن و سفیدپوست بودن از مشخصه های اصلی اونا بود. یا مثلا یه چی دیگه هم موهای هیکاپ بود. به وضوح مشخصه که موهاش اتو کشیده شده است و در این حد صافی که حس بدی به مخاطب میده. یا حتی موهای آسترید. موهای آسترید تو انیمیشن بلوند بود اما اینجا تیره و بافته است. به نظرم اهمیت ندادن به این جزئیات یه نکته منفی برای این لایو اکشنه. یه نکته منفی دیگه هم به نظرم طراحی اژدهاهای تو فیلم بود. به نظرم اژدهاهاش خیلی مصنوعی ساخته شده بودن. برای مثال مقایسه بشه با اژدهاهای سریال گیم آف ترونز یا هاوس آف دراگون. اژدهاهای این فیلم در مقایسه با اونا بیشتر یه شوخیه. هرچند رده سنی فیلم ها با هم متفاوتن اما بازم میشد یه کار بهتری از این اژدهاها ساخت. خب بریم سراغ نمرات. چگونه اجرای خود را تربیت کنیم؟ در IMDb 56,000 نمره توسط هواداران گرفته که میانگین نمره این 56,000 نفر 8 از 10 بوده که نمره خیلی خوبیه. در راتن تومیتوز امتیاز How to Train Your Dragon 77% بوده. متاکریتیک هم به این لایو اکشن 61 از 100 داده. حالا بریم سراغ بررسی میزان فروش چگونه اجرای خود را تربیت کنیم. این لایو اکشن موفق شد مبلغ 242,857,975 دلار در سینماهای آمریکا بفروشه. میزان فروش جهانی این فیلم هم 321,732,000 دلار بوده و این یعنی در مجموع چگونه اجرای خود را تربیت کنیم موفق شد 564,589,975 دلار فروش کلی داشته باشه. بودجه ساخت این فیلم 150 میلیون دلار بود. هزینه‌ای هم که برای بازاریابی و تبلیغات انجام دادن 100 میلیون دلار بود. این یعنی 250 میلیون دلار برای این فیلم خرج شد. با یه حساب سرانگشتی متوجه میشیم How to Train Your Dragon تونست به سود 314 میلیون دلاری برسه و به یک اثر موفق از نظر سوددهی تبدیل بشه. به عنوان صحبت پایانی باید بگم هر چیزی که لازم بود بدونید تا تصمیم بگیرید این فیلم رو ببینید یا نه در این ویدیو گفته شد. اما اگه نظر منو بخواید بدونید باید بگم به نظرم این فیلم رو ببینید. مخصوصا اگه بچه یا نوجوانی تو خونتون دارید این فیلم رو با هم ببینید چون این لایو اکشن خوراک لذت بردن بچه‌هاست. البته این حرف به این معنی نیست که فقط بچه‌ها ازش خوششون میاد و ممکنه هر کسی از دیدن How to Train Your Dragon لذت ببره.